آقا این جام جهانی قهرمانش خیلی وقت مشخص شده. بریم با هم بفهمیم چرا. بازی اول فرانسه مراکش که یکی از سرعتی ترین بازی‌های جام. تحلیل فرانسه: نقطه قوت فرانسوی‌ها تو سرعت بالاشونه، حالا چه در ضد حمله و چه در حملات، و وینگرهای تکنیکی و سرعتی دارن. حالا تنها نقطه ضعفشون چیه؟ ول تیماییه که با مالکیت بازی میکنن. مراکش یکی از مظلوم‌ترین تیم‌های جامه. اونا نقطه قوتشون دفاع قوی و فاصله کم هافک و دفاع است. حالا نقطه ضعفشون چیه؟ با توجه به اضافه شدن مدافعان کناری، فضای عالی برای وینگرهای فرانسه ایجاد میشه. برنده این مسابقه با توجه به تمام اتفاقات فرانسه است. بازی بعدی اسپانیا بلژیک. اسپانیا نقطه قوتش تو بازی مالکانه است. پرس شدیدی میکنه و بازپسگیری توپو عالی انجام میده. وینگراش عالیان و هافکای خوب روز دنیا رو داره. نقاط ضعف اسپانیا مقابل تیم‌هایی مثل مراکش، تیم‌هایی با مدافعان کناری سرعتی و مهاجمان تموم کننده. بلژیک نقاط قوت: بلژیک هافک و وینگرها و همچنین بهترین گلر دنیا رو داره، اما تو دفاع به شدت شکننده و ضعیف نشون داده و همین کافیه تا بگیم برنده این مسابقه اسپانیاست. بازی بعدی انگلیس نروژ. انگلیس نقطه قوتش توی خط حمله به شدت قدرتمندشه. هافکای کاملی داره و اصلی ترین نقطه قوتشون روی سانترهاشونه که تمام کنندگی بالای هری کین حساب میبره. تیم ملی نروژ نقطه قوتش میشه گفت روی ضد حمله سریع و تمام کنندگی فوق‌العاده ارلینگ هالند و برنده این مسابقه به نظر من انگلیس. بازی آخر آرژانتین و سوئیس. آرژانتین اونا نقطه قوت اصلیشون روی کنترل بازیه. سوئیس تیمی که نقطه قوت اصلیش سرعت هافکاشه، دفاع جنگنده‌ای داره. نقطه ضعف اصلیشون توی فضای خالی بین هافک و دفاع است. این بازی سخت رو آرژانتین پیروز میشه.